نمیدونم باید از کجا شروع کنم. احساس سردرگمی میکنم. اصلا نمیدونم برای چه کاری ساخته شدم. کار دارم ولی با این کاری که میکنم حالم خوب نیست. اگر شما با وجود تحصیلات، دستاوردهای مالی، اجتماعی، عاطفی هنوز از وضعیتتون ناراضی هستین و سردرگمین، این ویدیو برای شماست. احتمالا شما از معمولی بودن خسته شدین. اگر میخوای یه انسان معمولی نباشی، باید هدف داشته باشی. و اگر با وجود دستاوردهایی که تا الان داشتی و هدفهایی که دنبال کردی هنوز حال دلت خوب نیست، چون هدف قلبی تو دنبال نکردی، شما باید بری دنبال هدف گذاری قلبی. بهش میگن هدف تایپ C. آقای باب پراکتر یک مربی توسعه فردی بودن که 60 سال روی توسعه فردی خودشون کار کردن. ایشون سمینارهای موفقیتی زیادی رو برگزار کردن و آدمهای زیادی رو برای بهبود شرایط و کیفیت زندگیشون راهنمایی کردن. از نظر ایشون هدف تایپ C هدفیه که اصلا نمیتونی بهش فکر نکنی. یعنی مدام یه تصویری میاد تو ذهنت و دوست داری که شما تو اون موقعیت باشی، ولی انقدر دور از تصوراتت هست که نادیدش میگیری، ایگنورش میکنی. خیلی از شماها ممکنه بگید که ما اصلا حتی اون تصویرم تو ذهنمون نمیاد. ما نمیدونیم باید چه کار کنیم، نمیدونیم برای چه کاری ساخته شدیم، اصلا نمیدونیم هدف گذاری قلبیمون چیه. اینجا میخوام کمکت کنم تا هدف قلبی تو پیدا کنی. راه حل اول برای این که بفهمیم هدفمون چیه، یه راهش اینه که کارهای جدید رو امتحان کنی. با امتحان کردن راحت باشی. باید یاد بگیری از حاشیه امنت بیای بیرون. یعنی چی؟ یعنی شما تو طول روز ممکنه با کارهای زیادی برخورد کنی، با تصاویر زیادی برخورد کنی که شما رو به وجد بیاره. مثلا شما سوشال مدیا رو باز میکنی، میری تو اینستاگرام و یه خانم خیاط رو میبینی که موفقه. یه دفعه فکر میکنی که وای چقدر دلت میخواد جای اون خیاط باشی، مزون داشته باشی، مثلا مزون لباس عروس داشته باشی. نکته اینجاست، اگر مدام این تصاویر تو ذهن شما میاد و مدام داری به اون فکر میکنی و خیاطی و مزون داشتن شما رو به وجد میاره، باید بری امتحانش کنی. اگر شما توی یه جلسه قرار میگیرین، یه بیزینسمن موفق رو میبینین که کارمندای زیادی داره، پوزیشن خوبی داره، موقعیت مالی خوبی داره و احساس میکنین که شما باید جای اون باشین و ای کاش که جای اون بودین، شما باید امتحانش کنی. اگه شما یه نجار موفق رو میبینی که کارهای قشنگی داره ارائه میده و از کارش لذت میبرین و احساس میکنین که ای کاش جای اون بودین، باید امتحانش کنین. پس از امتحان کردن نترسین. از اینکه از حاشیه امنتون بیرون بیاین نترسین. چیزهای جدید رو امتحان کنین با قدم‌های کوچیک. شاید قدم اول این باشه که شما فقط راجع به اون کار جدید سرچ کنی، یه سرچ ساده تو اینترنت. قدم بعدی این باشه که شما یه تماس تلفنی بگیری و با یکی از دوستان و آشنایانتون که مشغول به اون کار هست صحبت کنید که ببینید که چه اقداماتی انجام داده، الان کار به چه صورت هست، مشتری هست نیست، چه امکاناتی رو میخواد، چه منابع مالی رو میخواد. یه تحقیق بکنید. شاید یکی از قدم ها این باشه که یه کلاس آموزشی بنویسی.
خوشبختانه امروز ما تو عصر دیجیتال هستیم و ما به واسطه اینترنت و پلتفرم‌های آنلاین مثل یوتیوب به هر گونه آموزشی که نیاز داشته باشیم دسترسی داریم. شما میتونی راجع به اون تصویر و اون شغلی که الان ذهنتون رو مشغول کرده توی یوتیوب سرچ کنید و آموزش ببینید به همین راحتی. راه حل دوم برای پیدا کردن هدف قلبیمون، شما باید یه سوال مهم از خودت بکنی: من چجوری میخوام به مردم این سیاره خدمت کنم؟ این یه سوالیه که خیلی ارزشمنده و شما رو به تفکر عمیق وامی داره. ولی تو این سوال یه چیز مهم رو باید در نظر بگیری. شما در واقع باید خدمتی رو به مردم این سیاره، به موجودات زنده این سیاره، حتی حیوانات، میتونی ارائه بدی که خودت لذت ببری. یعنی انگار که تفاوتی بین کار کردن و لذت بردن و تفریح کردن برای شما در این انتخاب نباشه. به طور مثال میخوام شما الان 3 نفس عمیق بکشی، دم شکمی و بازدم. دوباره دم، شکمتو باز کن و بازدم. چشمای قشنگتو ببند، دوباره دم و بازدم. حالا میخوام خودتون رو توی یه ساحل تصور کنید، کنار دریا، روی یه صندلی کنار دریا دراز کشیدین، دارین آفتاب میگیرین، ندیم خنکی صورتتون رو نوازش میده، صدای موجهای دریا گوشتون رو نوازش میده، نوشیدنی مورد علاقتون رو دارید میخورید، ریلکس هستین، در آرامش کامل و واقعا تو موقعیت دارید لذت میبرید. ناگهان تلفن شما زنگ میخوره. یک نفر پشت خطه و راجع به کار شما با شما صحبت میکنه. میخواد که شما یه خدمتی رو تو حیطه کاری بهش بدید. چه کاری رو حاضرید براش انجام بدید؟ چه خدمتی رو حاضرید به اون شخص بدید که تو اون حالت عصبانی نشید، با تمام وجود لذت ببرید؟ متوجه شدین؟ یه خورده عمیق بشین. این خیلی سوال مهمیه. چه خدمتی هست که حتی شما در کنار دریا، در یک موقعیت لذت بخش و آرامش بخش، حاضری اون خدمت رو به خلق بدی؟ اونو انتخاب کن. حتما خدمتی هست که شما از دادنش لذت میبرید. این تفکر عمیق شما رو به هدف قلبیتون نزدیک میکنه. وقتی که هدف گذاریتون صحیح باشه و شما رسالتتون رو تو این دنیا بدونین و ازش لذت ببرین، دیگه تو هر موقعیتی ناراحت نمیشین که اون کار رو انجام بدین، بلکه با قلب باز و با روی گشاده اون خدمت رو میدید و لذت میبرید و رضایت قلبی دارید. راه حل سوم برای پیدا کردن هدف گذاری قلبیمون
این دفعه میخوام توی یه موقعیت دیگه خودت رو تصور کنی. چشمای قشنگتو ببند و تنفس شکمی رو آغاز کن. دم و بازدم. دوباره دم و بازدم. میخوام خودت رو تو اوج بی‌نیازی تصور کنی. یعنی شما حسابتون پر پوله. میلیاردها دلار توی حسابتون پول دارید. خونه دلخواهتون، ماشین دلخواه و لاکچریتون، ویلای لاکچریتون، اون سفرهایی که آرزوش رو دارید، اون عشقی رو که دوست دارید تجربه کردید. شما از هر چیز و هر کس بی نیازید. همه آرزوهاتون رو تجربه کردید. هر چیزی رو که میخواید الان دارید. حالا چه کاری رو دوست داری انجام بدی؟ دوست من، عمیق شو. عمیق به این سوال فکر کن. میخوام که اشتباه نکنی. ببین، نمیخوام الان بگی من میخوام پارتی کنم، برم سفر، این کارو بکنم، اون کارو بکنم. شما همه این تجربه ها رو کردی. از هر نیازی بی نیازی. حالا دوست داری چی کار کنی؟ شما هر چقدر هم تفریح کنی، هر چقدر گردش کنی، هر چقدر لذت دنیوی داشته باشی، بالاخره یه روزی خسته میشی. باید یک کاری رو انتخاب کنی که از انجام دادنش لذت ببری. اون چه کاری هست؟ عمیق شو و بهش فکر کن. ببین چه کاری هست که در اوج بی نیازی دوست داری انجامش بدی. این کار میتونه هدف قلبی شما باشه. این کار میتونه کاری باشه که همیشه ازش فرار میکنی. میتونه اون کاری باشه که اصلا در خودت نمیبینی که اون کار رو انجام بدی. میتونه اون کاری باشه که بهت گفتن نه نمیشه بابا، تو این کاره نیستی، سخته. میتونه همون کار باشه. لطفاً به این سوالات با دقت پاسخ بدین. دوست من، این سوالات خیلی به شما کمک میکنه تا هدف گذاری و رسالت قلبی خودتون رو توی این دنیا پیدا کنید. اگر هنوز ابهام براتون وجود داره، میتونین این تمرین رو تو حالتهای مختلف انجام بدین. بالاخره به یه جواب میرسین. و خوشحال میشم که توی کامنت ها اون تصاویری که براتون میاد برای من کامنت کنین، نظراتتون رو بذارید تا دوباره در این مورد با هم صحبت کنیم. Positive aspects in every situation. Look for the positive aspects. Change your focus of attention.